محفل آخرین روزنامه‌نگاران در منطقه کلوب با اصل‌الدین دوستیوف. هر سال یکم ینور روز تولد او در اصل نتیجه گیری از کار یک ساله خبرنگاران در منطقه بود. خیلی زدن دارم میترسم بروسیم. حرف گپو میگه این پارت که میشه اون چیزی که باید هم خیلی باشه. ما خلاصه پیشنهاد نیست. همواره از مشکل و پیشرفت روزنامه‌نگاری میگفت. اساسی و اصولی همین که امروز شعارهایی که جناب عالی حالا بر حیات نیست، ولی همکاران و دوستان تصمیم گرفته‌اند محفل رو ادامه دهند. روحی ایشان و با تخلص ایشان مشهور بود در منطقه. روحی و ما رو اطراف یک دسترخوان میکشد، گرد هم میارد و ما مشکلات روزگار خود را، مشکلات ژورنالیستیک را از برکت روحی و پابرجا می‌داریم. امسال 20مین سالگرد محفل روزنامه‌نگاران کلاب و 65 سالگی اصل‌الدین دوستیوف است. شاگردانش میگویند جای او خالی است. هدف اساساً هدف اصل‌الدین دوستیوف در کار روزنامه‌نگاری پیش از همه سازندگی بود و از همه طرف از همه پهلوها نگاه میکردند، میسنجیدند و حتما یک چیزی انتشار میکردند که اون به نفع جامعه، به نفع خلق و ملت و ما به دولت بود. خبرنگاران جوان بیشتر از تنبیه و تشویقش یاد میکنند. دیر خامورد وقتی که در بردکس وارد میشدم کمان در کم یک توصیه میدادم برای بهبودی کاری ما. هیچ گپ نه، یک میخوندم مواد ما را بچم شاگرد نجس مثال باید که خیلی شد. یعنی کوشش میکردم یک از دانش و توانایی و از همون تجربه خود به ما جوانان یک چیز بیاموزن که فردا ما بگوییم که فلان استاد برای ما این جهت ما و باید گفت که استاد اصلالدین دوستیوف شودروان مردی بودن خیلی صمیمی، یعنی مردانوار سخن میکردن، جای هزل بود، یعنی جایی که کار بود جدی میگرفتن، حتی سرزنش میکردن که او صغیرت باید خیلی کنی که آینده ترا یک کس بشناسد، مثال در یک کس بر یک مسئول باید قدر کنن. اما اون چیزی که یکی در دوام سوال با وجود میاد دقیق خبر بودن در کار نشد. اصل‌الدین دوستیوف در سالهای جنگ شهروندی به خبرنگاری روی آورد. در چند رسانه داخلی و خارجی کار کرده است. همکارانش او را قالب شکن می‌نامند. مطلب‌های او درباره پایگاه نظامی روسیه در کلوب و به احترامی مسئولین این پایگاه نسبت به ساکنان محلی سر و صدا برپا کرد. بعدی که ایکور میگیرن شما همین کوشش میکنید چیزی رو بگویید نکیم نمیکنید، چیزی رو آشکار کنید. اما این پیشورو بعد 10 12 8 سال فقط قرض کجا میدن همین رو برای انباشته. وادی مرگش درباره گرفتاری و مرگ 10 ها ساکن ختلان از بیماری سیل توجه را به سرنوشت آنها افزون نمود. او را که در نشست‌های خبری منصبداران را به چالش می‌کشید، ماه اوگوست سال 2022 جراحی کردند. دیگر به خود نآمد. اصل‌الدین دوستیوف درگذشت، ولی نوشته‌هایش و محفل سالانه اش مانده اند.